صبحونه یه دونه این کیکا برداریم. چای نسکافه رو پیدا کردم، نسکافه برداریم. بعد دیگه صبحونه رو امروز چای نسکافه و کیک و اینا بزنیم. های آرتی فامیلی، به چنل یوتیوب من خوش اومد. روز اول استانبول رو داریم با بچه ها. همین الان تازه هممون از خواب بیدار شدیم، قراره بریم بیرون کلی بگردیم. با ما همراه باشید، ما بریم هموم و بیان بریم بیرون. بریم. سلام آرتی چطوره؟ بچه ما آماده شدیم. قرار بود که ساعت 9:30 خونه بزنیم بیرون، الان ساعت 12:30. خوبه، عالی شد. نظرتون کجا میخوایم بریم؟ خودمون هم نمیدونیم کجا میخوایم بریم. با چیرکوی نمیریم؟ نه، میریم بشیکتاش. بشیکتاش. بعد میریم دولما باغچه. دودول باغچه. بعد میریم کلیسا، بعد میریم گالاتا. آره کلی جا بریم با ما همراه باشید. اومدیم اینجا پولامون رو چنج کنیم، ولی من هنوز چنج نکردم. من با ریال اومدم. بچه ها میخوایم تراموا رو امتحان کنیم. نفری 200 لیره. اول از همه توضیحات لازمه. ابی از دور بگو من متوجه میکنیم این تو می‌ذاریم این رو بکنم تو این جلال خاله پول میره تو. رفت تو تاکسی هم رفت تو. آکی تو سرت بیشو ایش بینیم یه ریزیور پول ایشلی بیدیش بابا. من نمیفهمم یعنی کارت ادغامنیز gerçekleşti. یعنی چی؟ کاراتون داره انجام میشه. ممنونم. خب تو استعمال کارتتو بدار حالا شاشت. چون چطوره؟ ما جایی رو بردیم نشستیم. خیال عصبی رو داریم که گرمش.
تا دیدن میخوان برن چیزاشو ببینن تخفیف زده، ولی خب با تخفیف هم باز گرونه. و اینجا هم میتونید خودم ببینید. چند؟ 2906 میلیون. 2500 چقدر؟ میشه 5 تومن نمیتونه برام بخره، پس میدیم. این چه هیچ وقت تو اینجور مسافرت ها دختر با خودتون نبرید، دهنتون رو سرویس میکنن. تا چند دقیقه پیش داشت قر میزد سر گرما، یه ذره باد اومد الان سر نشستن. یعنی 6 یعنی بعد از 50% تخفیف 6 میلیون پولش بود. من تنها کاری که توی یعنی 12 میلیون بوده. نه بعد از تخفیف خب 12 میلیون بوده شده 6 میلیون. چقدر بوده ولی الان 6 تومن. من تنها کاری که توی مغازه میتونم کنم اینه که برقصم با هیچ کاری بهتری نیست. میرسه اون میشینه، ما فقط نگاه میکنیم چشم میتونه. آب نداره من آب بردارم بخورم. بچه‌ها ازمون عکس بگیرید ادیت بزنید. بچه‌ها رضا میخواد واسمون هنرنمایی کنه، میخواد آهنگ ترکی بخونه. بریدم کم آوردم حالا یعنی چی نه؟ میگم پنجره به من نگاه کن، برام فندق و پسته بنداز. سنجا پشت داره؟ فندق و پسته نمیخوام، انگشتر نشون برام بیار. اگه آدم استرن این فریاله، توقعش بالاست. فندق و پسته نمیخواد. چقدر زیباست. به به. فریال حتی اینجام این لباس بلند گلگلی ها رو بله میکنه. از تهران تا استانبول با لباس گلگلی. بریم تنوع رو ببینیم. چیزی انتخاب کردی؟ نه. قیمت بالا بود؟ بچه میخواستیم بریم برج گالاتا ولی داره بازسازی میشه. یا اول پس اصلا حواسم نه. و در حال بازسازیه نمیتونیم بریم تو. بچه تاریخچه برج گالاتا رو میخوام بهمون بگم. بفرمایید. برج گالاتا اول یه برج دیدبانی بوده برای دیدن مناطق اطرافش، رصد کردن از طرف حکومت، اما بعدا به عنوان زندان هم ازش استفاده میشده. زندان؟ آره زندان. زندان خفنی جالب. الان در حال بازسازیه و نمیتونیم بریم داخلش. بچه‌ها بیبیودا داره اینجا. 800 آر میشه ریال، این فقط آر زده. ریال اصلا اینجا حساب نمی‌کنم. آخه اینو ببینم زده تی ال. چسبیده نوشته تی ال. آها اون تی ال چسبیده. های بچه ببینید بچه اینجا خیابان تکسیمه. ما غذا بخوریم بریم گوشی خور ایرانی. خیابان تکسیمه تا اونجایی هم که خودتون میدونید یه چیز تو مایه‌های میدون آزادی خودمون. اینجا خور ایرانی. دروغ میگه. راحت درخت ها. آره میذارم. بچه این درخت داستان داره، حالا واسه این تعریف میکنم. بلدم هست، بلد قبلیه. داستان درخت هست؟ داره خیابون رو تمیز میکنه. خدایی یاد بگیرید. بچه داستان درختی که الان گفتم تو بلاگ تا هست، میتونید برید ببینید. کیجیجیجین برگر کینگ. گفتن که برگر کینگش خیلی خوشمزه است. بریم تست کنیم. تولد شناسنامه اید مبارک. مامانم برام پست فرستاده فهمیدم. تولد چی دیدین پستای مامان آیدیشو بگیر. بابا مامانم. آها واتساپه. مامان من این چیزا میفرسته. سوت سفیری بولی. تویی؟ این تا هست داره برای من کیک میاره. تولدت مبارک. بریم برگر کینگ بزنیم. بچه از برگر کینگ رسیدیم به مکدونالد.
این برای ماه ستاش بس خودم. آره ستاش واسه خودمونه. این برای من تاها بی تربیت نخود دیگه بوزی درخت. چقدر صافه همین بچه این اندازه کف دست منه. من این کجا میگیره؟ کاشفه از درسته بچه ها بدازیم خوبه بچه همون جان. بچه اینجا رو ببینید دارن چای میخورن. مثل اون فیلمایی هست که مافیا میاد اینجا چای میخوره میره و اینا بعد یه قرار مهم میذاره. بچه ها ما میخوایم بریم کلیسا ولی اینا میخوام برن یه کاری کنن. اگه گفتید فسق و فجور. آقا ما میخوایم بریم عبادت. ما میخوایم بریم عبادت، اینا میخوان برن این عینا بخورن ولی توی چیز لیوانی. میرم کلیسا میخوام براتون ویدیو بگیرم ولی دیگه بچه ها رو نداریم فعلا. خدافظ. میگیم بیر دانا قاطی کرد ترکیش تموم شد. بریم.